مقایسه کاربراتور و انژکتور. مقایسه عملکرد. وقتی هوا از داخل گلوی کاربراتور رد میشه سرعتش زیاد و فشارش کم میشه و به خاطر این پدیده که بهش میگن اثر ونتوری، سوخت و میمه که به داخل خودش و با هم مخلوط میشن. ولی انژکتور از سیستم الکترونیکی برای اسپری کردن سوخت داخل هوا استفاده میکنه. این سیستم گاهن یک سری سنسور هم داره، مثل سنسور دبی هوا، و به ECU خودرو وصله تا کارکرد موتور رو کاملا کنترل کنه. مقایسه دقت و کارایی. از اونجایی که کاربراتور یک سری قطعات مکانیکی ثابت داره، کنترل کمتری روی نسبت سوخت به هوا داره و تو مواقعی مثل شتابگیری که شرایط موتور به طور ناگهانی تغییر میکنه کارایی کمتری داره. از طرفی چون سیستم انژکتور به طور کامل مقدار سوخت و هوا رو کنترل میکنه، تو دور موتورهای مختلف مصرف کمتر، بازده بیشتر و آلودگی کمتری ایجاد میکنه. تیونینگ و نگهداری. کاربراتورها نگهداری مداوم و گاهی هم تنظیمات دستی لازم دارن و به کیفیت سوخت هم حساسن. سیستم‌های انژکتوری اگه درست تنظیم و کالیبره شده باشن به نگهداری کمتری نیاز دارن، ولی خب ارزیابی و تعمیرشون به خاطر قطعات الکترونیکی و سنسورهایی که دارن معمولا پیچیده‌تره. تاریخچه. کاربراتورها تا اوایل دهه 1990 میلادی تو خودروهای مختلفی استفاده می‌شدن.